بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاعیه وزارت فواید عامه در مورد مسدود شدن شورای سالنگ ها. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان پلان دارد تا بر اساس مشخصات تکنیکی داخل تونل شورای سالنگ ها و در گالری های 15 و 16 بالای طبقات کانکریتی یک لایقیر یا اسفالت محافظتی نماید. به همین اساس شورای سالنگ ها از تاریخ 27 میزان سال 1404 هجری شمسی الا 6 عقرب سال روان برای مدت 10 روز برای تمام وسایط نقلیه به طور کامل مسدود می گردد. هموطنان عزیز در جریان 10 روز می توانند در صورت ضرورت از مسیر دوشی بامیان یا راه بدیل رفت آمد نمایند. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان از هموطنان گرامی تقاضا می نماید که از روز شنبه ساعت 6 شام تاریخ 26 میزان سال روان از رفت آمد از مسیر شورای سالنگ ها جدا خودداری نمایند. همچنان تا بازگشایی مجدد این شورا از صبر و حوصله‌مندی کار بگیرند.